سلام، من یک کرد ایرانی مقیم اروپا هستم. از همون شهری که اومدم که شاید بیشتر شما اسمشو نشنیده بودین، تا همین قبل از همین انقلاب ژینا از اشنویه اومدم. الان در کشور فنلاند در شمال اروپا زندگی میکنم. میخوام تجربیات خودم و خاطرات خودم رو بازگو کنم، شاید که در این روزهای انقلاب بتونه کمکی بکنه به روحیه و اعتماد به نفس جوانانی که الان در سنگر مبارزه با حکومت بچه کش و حکومت آخوندی هستن. تقریبا 22 یا 23 سالم بود وقتی که میخواستم گواهینامه رانندگی بگیرم. با توجه به اینکه من دستام سوخته بود در کودکی، دستام سوخته بود و من در تنور افتاده بودم. طبیعتا وضعیت دستام خیلی بد بود. بعد از اینکه اومدم فنلاند اینجا عمل کردن و 6 بار جراحی شد و وضعیتشون بهتر شد و 6 بارم در ایران جراحی شد. اینکه چرا دستام به این روز افتادن و در یک ویدیو دیگه شرح میدم. اما این موضوعی که الان امروز بحثشو میکنم احتمالاً در یک ویدیو جا نگیره، بنابراین در ویدیو شماره 11 و 12 اگه خواستیم میتونین دنبالش کنین. من رفته بودم گواهینامه بگیرم. طبیعتاً باید نظریه پزشکانو میپرسیدن و پزشکان تایید میکردن که من از سلامت کامل برای رانندگی برخوردار هستم. من خودم ماشین داشتم، با ماشین رانندگی میکردم و اینم بگم تو شهرهایی که اون موقع تقریباً 20-25 سال پیش در شهرهای ما مرزی مناطق کردنشین، اصلا تو شهر ما چیزی به نام اداره راهنمایی و رانندگی نبود. هر کسی میتونست ماشین سوار بشه و رانندگی کنه و اینا، از قانون خبری نبود. بعد اینم بگم یک بار به دلیل اینکه این شکایت رو کردم تو روزنامه نوشتم که یک شهر هیچ دفتر یا نمایندگی پلیس راه و راهنمایی و رانندگی نداره، به خاطر همین یه شبم بازداشت شدم. من بدون گواهینامه رانندگی میکردم و در عین حال میرفتم کلاس‌های رانندگی و امتحانات رانندگی هم دادم. امتحانات قبول شدم، فقط مونده بود که پزشکان تایید کنن که من سلامت جسمانیم خوب هست و میتونم رانندگی کنم. بعد از اینکه پزشکان هم تایید کردند، حالا با مشکلات فراوان، بعد از اینکه پزشکان هم تایید کردند به من گفتم باید 3 تا سرهنگ نیروی انتظامی تایید کنن که شما میتونی گواهینامه بگیری. 3 تا سرهنگ. رفتم مرکز نیروی انتظامی استان آذربایجان غربی تو ارومیه. اتفاقا با همون ماشین خودم هم رفتم و پرسیدم که چیکار باید کرد، چطور من میتونم امضای این 3 تا سرهنگ رو به دست بیارم. گفتم باید این 3 تا سرهنگ جلسه تشکیل بدن. چطوری من بتونم برایشون جلسه تشکیل بدم؟ خب این کار رو باید من میکردم. من باید این 3 تا سرهنگ رو به هم وصل میکردم و این کار سختی بود برای یه جوان 22 ساله که هیچی از ادارات و سیستم اینا نمیدونه، تازه وارد جامعه میشه. رفتم به یکی از سرهنگ ها گفتم مشکل من اینه و من امضای 3 تای شما رو میخوام. گفت که اگه فلان سرهنگ نظر مثبت بده منم موافق اونم. پیش اون یکی دیگه رفتم، اونم گفت اگه فلان سرهنگ امضا کنه منم امضا میکنم، ما نمیتونیم بیایم، من این کار رو دارم. اون یکی میگفت من این کار رو دارم و نمیشد اینا رو در یه فاصله زمانی مشخص گرد هم آورد و امضا ازشون گرفت. پیش سرهنگ سومی رفتم و بهش گفتم موضوع، حالا بعد از کلی خواهش و تمنا بهش گفتم. دید من ولش نمی کنم و من خیلی مصر بودم روی این که باید این گواهینامه رو بگیرم.
و چند روز پیاپی رفتم پیشش و خواهش و تمنا و اینا. یه روز گفت آقا ما میریم یه پیکان داریم تو همین حیات نیروی انتظامی، یه پیکان قرازه داریم. منو ترسوند، یه جورایی تهدید کرد. گفت ما یه پیکان قرازه داریم، هر کی بتونه این پیکانو 10 قدم برونه میتونه، ما بهش گواهینامه میدیم، چون این پیکان اینقدر درب و داغون هست که خیلی سخت میشه روندش. بریم ببینم میتونی این پیکانو از جاش تکون بدی. بعد منم گفتم چشم. گفت اینو قبول داری این امتحان؟ گفتم چشم، چرا که نه. من از خدا میخواستم فقط اینا راهی برای آدم به آدم نشون بدن، نه اینکه هی بگن نمیتونیم نمیشه. اینقدر 2 سال من دنبال گواهینامه دویده بودم و هی از این ور به اون ور میپریدم، میگفتم برو این اداره اون اداره، فقط به خاطر اینکه شما معلول هستی و من خودم میتونستم رانندگی کنم، قدرت رانندگی داشتم. گفتم چشم قبوله. بعد داشتیم تو حیات راه میرفتیم، گفت که مطمئنی میتونی این پیکان قرازه رو از جاش تکون بدی؟ گفتم چرا که نه، مگه اینکه پیکانو با دست و اینا بلند کنیم از جاش تکون، ولی اگه با رانندگی باشه طبیعتا میتونم، فرمان داره و دنده داره و ترمز و کلاج و اینا. گفت آخه سخته. گفتم از هر چقدر سخت باشه از ماشین لند روور خودم سخت‌تر نیست. گفت مگه ماشین داری؟ گفتم آره. گفت یعنی رانندگی هم میکنی؟ گفتم آره. بعد گفت چطوری مگه سخت نیست لند روور؟ گفتم اتفاقا هم سخته، هم یکی از دنده هاش هم دیگه خراب شده، دنده یکیش همیشه باید دستت به دنده 2 باشه که رد نکنه و دوباره نره. بعد خیلی سخته، دنده یکیش اصلا کار نمیکنه اینا. و استاپش ترمزش هم باید 3 بار بگیری، بار اول و دوم که میگیری تازه یکم چیز میشه، تاثیر میذاره و بار سوم ماشین استاپ میکنه. و گفتم این مشکلات هم داره ولی رانندگی میکنم، باهاش میرم کوه بیابون. طرفای ما که همه کوهستانی نبود. تعجب کرد، گفت آفرین، یعنی شما لند روور برونی، این پیکان حتما میتونه. رفتیم پیکانو روندیم و انقدر مشکل نبود و درب و داغون و قرازه بود، ولی به هر حال میتونستم، رانندگی بلد بودم، میتونستم. آقا این دید که من پیکانو بلدم، تونستم رانندگی کنم، این میخواست یه گیر دیگه بده. اصلا در کل من متوجه بودم تو این مدتی که من دنبال گواهینامه بودم همه به خاطر اینکه رشوه میخواستن همه گیر میدادن، مخصوصا منی که یه عیب کوچولو داشتم بهت گیر میدادن تا اینکه یه پول بهشون بدی و بعد بگن آقا آره شامل میشی. و الهی میگفتن این نمیشه، شما این قانون رو شامل نمیشی بر اساس فلان بند و تبصره و فلان بهم. بعد من اومدیم تو، گفت بریم اتاق بشینیم با هم یکم حرف بزنیم. رفتیم اتاقش نشستیم. گفت یه امتحان دیگه ازت میگیرم، اگه موفق شدی 100% بهت برات امضا میکنم و میگم همکارانم برات امضا کنم. گفتم چشم. اینقدر خواهان گواهینامه بودم و دلم میخواست گواهینامه داشته باشم و قانونی رانندگی کنم، حاضر به هر کاری بودم. گفت این میزی که میز تحریر خودش، میتونی این میزو تکون بدی؟ بعد منم امیدوارم تو فیلم خوب بیاد، شاید اگه تو اینستاگرام بذارم فیلم یکم فرق بکنه. دستام الان بعد از تقریبا 20 خورده ای سال، بعد از 6 بار عمل جراحی